سلام، من خوش اومدید به ویدیو که کار شده. من چند روز پیش داخل کانال یک ویدیو آپلود کردم، گفتم قراره با کمترین هزینه این اتاق و استودیو کنم و برای فیلم برداری آماده شد و امروز همون روزه که اولین قدم برای یوتیوبر شدن رو من نمیدونم اولین قدم چیه، ولی من میخوام برای اولین قدم من نورپردازی اینجا رو اوکی کنم که خودتون فرقش رو آخر ویدیو میبینید. من میخواستم پشت سرمو کامل سیاه کنم که دیدم ایده خوبی نیست برای اون طور و هزینه زیادی بشه، ولی چون ویدیو اوله و اولین قدم من میخوام برای یوتیوبر شدن و ببرم جلو، میخوام اول با نور شروع کنم که مهمترین بخشه. اگه نور پردازی خوبی داشته باشی قطعا این ویدیو خوبی هم میتونی بسازی با کیفیتی بالا. و اینکه بگم برای اون پشتن چیزی در نظر گرفتن که میخوام حالا اگه تونستم با کمترین پول اون پشت رو سیاه کنم که بک‌گراند خوبی در بیاد. میخواستم برای سیاه کردن این پشت از نمد پیدا استفاده کنم از این پردازی دیده که میخواستم اینجوری کل دیوار با نمد، البته اینا رو که با این خاشی ها با نمد بچسبونم که کامل اینجا رو سیاه کنم، بدیدم نمیشه. برای همین اینقدر فکر کردم تا اینکه رفیقم یه روز پیام داد و گفت از کاغذ دیواری استفاده. گفتم ایده خوبیه، هم هزینه‌اش کمتره و هم میشه طرح‌های بهتری داد. سرتون رو درد نمیارم، بریم سراغ نورپردازی که من برای نورپردازی میخوام از این لامپ که بالای سرمه استفاده کنم. البته لامپ سقفیه ولی خب مشکل نداره، میخوام بذارم اینجا پشت این پشت این که بتونه نور رو کامل بزنه تو صورتم تا بتونم ویدیو بهتری رو ضبط کنم. پس اولین مرحله باز کردن این چیزا. بریم سراغ باز کردن. راستی صبر کن، اگه تا اینجا ویدیو اومدی کانالمو ساب کن، ویدیو رو لایک کن و یک کامنت انگیزشی بنویس. بریم سراغ. اینجا که میبینید هیچ بره زیر پام پیدا نکردم، مجبور شدم باندی که ساختم و بذارم زیر پام. البته شانس بردن نشکست. آخر سرم لامپو باز کردم. نه لامپ منه، چقدر باحال. اینم همون چراغیه که الان درش آوردیم و اتاق هم هیچ نور نداره. همین نوری هم که الان داریم میبینید تو صورت من میزنه نوری چراغ قوه است که فکر نکنن زیاد در میاره. پس باید من همین رو درست کنم. حالا شاید بگی اینو با چه الا روشن کنیم؟ با این. حالا این چیه؟ که همه میدونید چیه، اصلا لازم میگن چیه. بید جا چراغیه که من باید تشت و سیم بزنم، یه سیم دو شاک که الان آماده شدن کردم. ببینم اینو باید بزنیم توی این. البته درش هم کلوم باید درش رو باز کنم. اینجوری سراغ باشه و میتونی سیم رو از اینجا وارد کنیم ببندیم و این چراغ هم اینجوری بندیمش و این میشه اولین نور پردازیم که این صاف باید بزنه توی صورتن تا مثل اینی که میبینید. البته این نورش کم زیاد واضح نشون میده، ولی این چون نورش زیاده صورت منو واضح میتونید شما ببینید. الان بریم سراغ بستن سیم. اول از همه که اینو باید در بیارم، اینو که در میاریم اینو باید بزنیم داخل سیم. اینجوری بزنیم داخل سیم. بعد سرای سیم رو باید قشنگ تیز کنیم. بعد از تیز کردن که خود سه بخشه، یکی این دریه، یکی که همینه که میخوره تای چراغ، این بغلاش هم میخوره بغلای همون آهنه چراغ و این هم که چراغ داخلش پیچ میشه. الان من اینا رو ببندم، سراخا رو آماده گذاشتم. خب پیچش میکنم و خب اونم که صرف کردیم و این ور یه ذره آماده بیریم که فکر میکنم مشکلی داشته باشه. بریم سراغ بعدی که اینو هم باید وارد کنم تا این پیچش بستش باید باز کنم. کلومه چرا پیچش بسته است این بازه؟ این چه سوالی؟
سیم آبی رو هم میزنیم. این چشم باید محکم ببندیم که یه وقت در نیم. اینجوری بسته میشه. حالا اگه تو دوربین معلوم باشه این پیچه که بستم و داخلم که همین و اینجوری بدون باید بست میشه روی این شد پایه بک چراغ ما که اینم اینجوری بپره سرش. خب برای اولین تست که من باید اینو بزنم تو برک انشالله که نترکیم. یه لحظه من سیار رو بیارم. این از سیار ما و دو شاخ رو بزنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. این شد چراغ ما. اصلا تو دوربین معلوم نیست. نگاه این بدون چراغ هم با چراغ. کیفیت ویدیو رو ببین. الان من خودم نمیبینم فقط دارم میگم کیفیت بهتر شده. اگه بهتر شده داخل کامنت ها حتما بگید. بدون چراغ این بار دیگه هم میگم الان اون نوری هم که بود از اول مال این میبندم که نور اضافه نباشه. چراغ اصلی بدون چراغ باشه. خب الان اینو باید جاساز کنیم پشت دوره شد. اینو الان باید جاساز کنیم پشت دوربینی که شما دارید. حتما دوربین خاصی ندارم گوشه که الان داره داغ میشه و همین دیگه. اینو باید الان وصل کنیم تا ببینیم چی داره. خب الان من میدم اینو کجا جاساز کنم که بهترین جا رو که من تا فعلا پیدا کردم روی این بوده که روی اینم خب دوربین هم میذارم گوشون هم میذارم لای این و یه جا برای پیدا کنم تا خوب جاساز شد نور خوبی ما بده. البته اون سایه که پوستر من دیدین نباید باشه، حالا هست دیگه. برای همین خواستم پوستر رو سیاه کنم که اگه سایه چیزی افتاد معلوم نشه. اون کیفیتی که اول کار دید با الان که قرار اینو بزنی یه ذره فرق میکنه. حالا خودتون ببینید. آخرین چیزی که من پیدا کردم برای پای چراغ، چون اینو نمیتونم استفاده کنم، اینجا پای گوشیمه، همین باند بزرگمه که مجبورم ازش برای خیر استفاده کنم. بیارمش این گوشه و اون چراغ و فعلا بذارم روش. کجا میخوام الان این باند رو بذارم؟ دقیقاً اینجا که نور از اینجا قشنگ خوره توی صورتم. این از لامپم که اینجا و نور رو قشنگ میزنه طرف صورتم. حالا برای فیکس کردن اینا که از این جعبه استفاده میکنم و فیکس سر جاش میمونه. حالا من از اینجا یه ذره تنظیمش کنم. روشن هم نیست ولی میشه تنظیمش کرد. گوشی که داخل همه ویدیو میبینید این صدا رو ضبط میکنه. من با همین دارم صدا رو ضبط کنم چون هیچ میکروفونی فعلا ندارم. خب الان این سیار که باید این همه دم تشکیلات رد کنیم ردش کردم بیارم مثلا اینجا. حالا پایین فکر کنم برسه ولی همین بالاش بذارم بهتره. این هم از این سایه یه ذره افتاد ولی دوربین رو این زاویه بگیرم زیادی معلوم نیست، میشه فیلمو گرفت. این هم شد نتیجه کار. الان میبینید که ویدیو چه با کیفیت رو بهتر شد. پس نور پردازی جزء اولین قدم این ویدیو ما بود و داخل قدم دوم که داخل ویدیو بعدیه میخوایم پنکه رو عوض کنیم چون پنکه صدای بدی داره، انگار تک نگاه این صدای بدی داره. این پنکه رو باید عوض کنم و یه پنکه جایی جاش شدن که صداش کمتر از این باشه. خیلی میخواد و بجز پنکه که کاغذ دیواری ته میخوام بخرم. البته تونستن یا سیاه یا طرحدار که به نظرم سیاه ساده بگیرم بهتره. شما داخل کامنت ها بگید و منتظر ویدیو بعدی باشید.